های یونیباوند اند باوند، خوش اومدید به قسمت هفتم فصل دوم هازبین هتل. او مای گاد، یعنی خیلی استرس دارم. تو عمرم فکر نمی‌کنم اینقدر استرس گرفته باشم، به خصوص سر امتحانات. اینقدر استرس نداشتم داخل این قسمت. استرس دارم که قرار باکس چه کار کثافتانه‌ای بکنه، امیدوارم حداقل چیزی نباشه مثل کارهایی که ولنتینو باهاش میکرد. من امیدوارم انجل نمیره. خب اگه بمیره من مطمئنم 100% ریدیم میشه و میره بهشت، ولی خب دیپ داون میخوام که هنوز داخل جهنم بمونه و میخوام به این باور کنم که یکی میاد نجات میده و نمیمیره انجل. anyway بدونش باید بریم که این قسمت رو شروع کنیم و قبل اینکه شروع کنیم یادتون که لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشنش رو فعال کنید که از من در قسمت های بعدی و سریال‌ها انیمه های دیگه، قسمت آخر و سریال‌ها انیمه های دیگه داخل چنل مطلع بشید. بریم که شروع کنیم. گلوم درد میکنه، ممکنه یکم صدام عجیب غریب شده باشه، گفتم که بهتون بگم. وای اصلا رقصم نمیاد، دقیقا که ناراحتم. ولی انجل او مای گاد، یعنی واقعا لوسیفر به عقلت خطور نکرد که ممکنه دخترت ازت نخواد بیای اینجا؟ چرا باید دخترت از تو بخواد بیای اینجا؟ وای های Padre to kick it right here or something? Can do. I can kick it. You know? نه رو به نظرم پاتا رو ایکس نذار. احساس که الان تا Those dreams right. وای هنوز نمیدونی که این دخترت نیست؟ وقتی انقدر راحت میتونن پادشاه جهنم رو دستگیر کنن، بلا سرش بیارن دیگه. انجل who's Angel? Isn't a prank. It's a takeover. Hey, wait, you're not Charlie. Real cute. Very amusing. Tell you what, let me go now and I won't smite you. And wait, red guy? Lucifer! Lucy! Come on, Lucy. Pastel, remember? We both know you can't harm sinners. Uh-huh. Explains the showboating. Let me guess. The bellhop told you that one. No, it seems he figured it out because you're sloppy with your secrets. My moment. I own you. I own the radio demon. یکی تو گفت دیروزم خوندم کامنتشو، چون دیروز کامنت گذاشت که آلستر و لوسیفر رو با هم دیگه شیپ کرده. من تا حالا به مغزم این خطور نکردی دوتا رو با هم دیگه شیپ کنم، ولی الان که وقتی اون کامنت رو خوندم لامصب شیپشو فوق‌العاده است. دست مریضات. There's nothing anyone can do about it. To kill me? Oh, I'm counting on it. Oh my god. بکنم You gotta climb a little higher to the top of the display. این واکسه؟ بکنم واکسه وقتی انسان بود، مثل الستر. حسودم بود. دقیقا مثل آلستر بود، فقط اینکه رو حسادت میکشت. و خودش با
با برق مرد. ها وای این از آلستر وحشی تره. اون برای قدرت آدم ها رو کشت. نه حالا لذتی هم تو کشتنشون بود ولی خب هدف داشت. این که میخواست بزرگترین چیز جهنم بشه، پادشاه جهنم، حالا هر چیزی. این رو حسادت آدم کشت و خیلی وحشیانه هم میکشی. عملا همه رو کشت تا آخرش خودش هم مرد. واو خیلی میدونی در به چی فکر کنم که هیچ امیدی من نمیبینم. شاید در آخر قسمت پیروز بشن ولی به هر حال دیر زنگ زدی چارلی. اگه یکی کوچولو زودتر زنگ میزدی الان ددت اینجا بود نه اونجا. I am famous pawn star Angel Dust. You may know me from such films as Step Brother. Gets stuck in a hula hoop. But what you may not know is that I was the first guest at the Has-Been Hotel. And I am here to tell you that the hotel is a joke. No, it's That peace is an option, but take it from someone who already fought the angels once. The only way we can save ourselves is by fighting back. And the only way to fight back is by following the thieves. Thank you, Angel. It's great to have you with us. Why would he say that? no. My fellow هاسک من امیدوارم که تو متوجه بشی هاسک. complete the mission out, dear. و فکر کنم میخواد وپن رو روی لوسیفر امتحان کنه. I Present to you the might Wait, that's what it looks like? But- Yeah, I don't like it. وای فکر کنم لوسیفر رو میخوام بفرستم به سمت بهشت. if the neighbors are home. Knock knock. Can the angels come out to وای از انرژی لوسیفر میخواد استفاده کنه یا لوسیفر رو میخواد پرتاب کنه؟ Oh my god. Oh my god. Oh my. Oh my god. دیوار محافظتیشون رو چیز کرد با This is supposed to be the good place! What's happening? Oh, what the? Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit. You have 24 hours to surrender the kingdom. پادشاه به خدا رو منظورته؟ Front row seat to the next extermination. خب ببین خدا خودش جهنم رو ساخته، چرا فکر میکنی میتونی خدا رو شکست بدی؟ کثافت. It's okay به خدا اعتماد کنید. شما دیگه چه آدم های با دینی هستید. لوک داره حال میکنه الان دیگه دلیل داره. Sarah, please help us! Sarah, what are we going to do? What do we do? Get ready to fight? No, we only fought them before because they came for us. This time we hunker down and we wait this out. خدا رو بفرستی چتونه؟ چرا نگرانید؟ Can't be serious right now. خدا دلش خوشه فرشته واسه خودش ساخته. همه فرشتهاش نگرانن. والا به خدا یکم ایمان داشته باشید به خداتون. اون کلام خدا اصلا خدا نه، اون کلامش که اومد اون پایین همون اندازه یه جهنمه، یعنی راحت میتونه اونا رو نابود کنه. چقدر شک دارن، چرا باید بترسی؟ من اگه بهش بودم والا زیتونه هم میگرفتم میگفتم یلا حمله کن. به خدا
از این خوشم نمیاد. گفتم که بدونید سراقاف اسمش چیه؟ ازش خوشم نمیاد. لوتو امیلیا رو بیشتر دوست دارم. Do you even grasp what I truly am? Someone who could maybe use a friend to talk to? See. Perhaps you're right. Everyone is looking to me to know what to do, but how can I know who to judge when so many that might have been saved have been slain because of me? Oh. How can you even explain as vile as this? They're scared. What? بخون عزیز دلم. بال داره. اصلا توجه نکرده بودم به بالاش. الان گریم میگیره. یه thank you پنشس بگو. همه چی حل میشه. چه آهنگ احساسی بود واقعا و پرمعنی و چقدر منو تحت تاثیر قرار داد در لحاظ واقعا. الان یه بغضی دارم، البته من چند روز بغض دارم و لحاظ روحی الان لولم اینجاست. لحاظ روحی اوکی. امروز اومدم اینجا دارم ویدیو میگیرم و دیروز اینجا بودم اصلا. آره خیلی حالم بد بود، گفتم که بدونید. و یا آهنگ اصلا خیلی من تحت تاثیر قرار داد. یه لحظه ترسیدم. کثافت. تو واقعا نمیخوای پیپی کنی؟ I was strong enough to beat you, wasn't For help all around hell, it's pathetic. You couldn't even get Charlie to admit you bested her. Oh, I can change that. How? Inviting her to your little party? Cute, but she'd never come. And even if she did, there's nothing you could do to break that girl's spirit. You have no idea what I'm capable of. Just watch. احساس میکنم الستر میخواد چارلی بشکنه خب، ولی نمیخواد خودش اون کسی باشه که چارلی رو میشکنه. یکی توی اسپویلی به هم کرد نمیبخشمت، ولی خب میخواد چارلی رو بشکنه. اینا که میگم اسپویل اون نبود، ولی گفت آخرای قسمت دوباره یه معامله‌ای بین الستر و چارلی اتفاق میفته و قدرت واقعی چارلی رو میخواد بیدار کنه. قدرت واقعی چارلی وقتی بیدار شد، الستر میره پشت چارلی و از قدرت چارلی استفاده میکنه واسه منافع خودش، ولی میخواد اون کسی نباشه که چارلی رو میشکونه. میخواد چارلی رو کار کنه که چارلی 100% بهش اعتماد داشته باشه تا بتونه الستر استفاده کنه ازش. پس اساس که اون معامله‌ای که تو گفتی قراره با هم دیگه در قسمت آخر انجام بدن، معامله‌ای که اگه میخوای کمکت کنه فلان بده بهمان بده است. در متوجه شده باشید. ولی این بود. این خیلی حدس خوبی بود. Of course. I have made my choice. Loot. Yes, sir. We have less than a day before the forces of hell attack. I have no choice. Prepare the troops. It will be my pleasure. Sarah, please, no! And tell them to stand by. What the hell? You will have the remainder of our time to try and resolve things peacefully. Really?
Thank you. I'm done letting fear guide my decisions. You are the one that has always held out hope for Charlie and her ways. Go. Share some of that hope with the rest of Hell. I want to believe in them, but I know I believe in you. Thank you, Sarah. Oh. انجل گناه داره ولی امیدی ندارم زنده بمونه. I don't know what he's up to, but you're not just walking into V Tower. I don't know what else to do. I know he will never listen, but if there's even a 1% chance of stopping what's coming, it'll be at That party. I mean, it's not like any other solutions are falling out of the sky. از تو آسمون اومد واسد. Wait, are you okay? He even got Angel Dust to go on TV and call redemption a joke. It'll take a lot more than words at this point to convince عزیزم تو مزاحمی. برو اونور. As far as they're concerned. Then we show them. If Hell can... Oh yes, your security is a joke. And Vox is a bit of a cinephile. How do you know about security system? خودش بوده. Of course. So you know how to broadcast something to all of Hell? Yes. Are you willing to risk your job and life to help us? Life. Why? Well, you made sure that my blankets were always folded at my requested 45-degree angle to make it more tuckable to my liking. So I assume that made us best friends. Isn't it obvious? Invent a way to make Heaven's completely Precious. technology compatible with Hell's in less than 24 hours. You want me to invent something? The snake? He would. Guys, it's a long shot, but I think I know how we can finally get Hell to believe in Charlie's dream. It's gonna be dangerous and it's gonna take all of us. Are you in? ولی ما میتونیم. Let's go. Wait, that's Rooster. He's been here the whole time. You know what? I'll introduce you later. You joining us? No! That is scary! Okay! When I think about the future, I see a bit True song. I told you so, I like the road. Now don't be dramatic. He's just a man. He's just out trying to Oh wow. think about Oh ولنتینو کارما چطور گرفتت؟ شکست عشقی بخور. you see me anymore. Every one of them. Now I get to live. Is my halo on? Shit my pants. Storm's coming. I'm so fucking scared. What's gonna happen when we go down here? Don't circuit that's crown. Now there's no stopping it now. A hard way is gonna fall down like gravity. Like gravity. When I think about the future, my mind is filled with dread. A screaming conscience I cannot silence. And I cannot outmaneuver these visions in my head of the destined for the breaking of the dawn. بابا ده ظهور کن دیگه. The coming days not our بنده هات نیازت دارن. ظهور کن. ظهور کن. نگاه کن فرشته داغونه. وای من اصلا شت چقدر زود تموم شد. چند لحظه اجازه ببینید. I love Loot. ولی صدای خواننده شبیه صدای خواننده وگیه. احساس میکنم موقع خوندن این دوتا رو یکی کردن ولی خب وایس اکتراشون متفاوته چون که واقعا صدای وگی موقع آهنگ خوندن عوض میشه. شاید واقعا سهم خودم بده. حالا من دیگه کنار اومدم از چکه آهنگش
قسمت بعد جنگ شروع میشه. وای باورم نمیشه قسمت بعد قسمت آخره به این زودی. من آمادگیشو ندارم. بذارمش یه روز دیگه ها یا نه؟ نه میشینم امروز میبینمش. به هر حال این بود از قسمت 7 فصل دوم. انجل رو فقط قسمت های اول نشون داده. خب از انجل میخواست که به عنوان یه شاهد از هازبین هتل بیاد شکایت کنه، ولی خب با هیپنوتیزم کردنش اونها چطیم نمیدونم چرا کج میشه. خیلی اوسیدیم امروز گرفته، اوسیدیم گرفته. ولی خب اینا حرفای قلبی انجل نبود و امیدوارم که چارلی اینا متوجه بشه. ولی خب من میدونم که هاسک میدونه، هاسک میشناسه انجل و عشق رو میشناسه. من میخوام تراست پروسس کنم و الان هیچ چیزی رو نه نگرانی به خودم بدم نه ناامیدی به خودم بدم. ولی خب آخر قسمت احساس میکنم آخر هر فصل یه نفر بمیره و به ریدیم برسه. ولی اون یه نفر کیه؟ انجل یا واکسه یا اون دختر تک چشمی است؟ اون یه نفر کیه که به ریدیم میرسه قسمت بعدی؟ من یونی پاکنم. مرسی که تا تای ویدیو همراه من بودید. یادم بهتون بگم اگه خوش بود و سابسکرایب کنید و خوش اومدید. حواسم به شما جدیده هست. شما یونی باوندید خب و به زودی دباوند میشید. من خیلی منتظرم تا به زودی بگید من دباوند شدم. آره دسته ها انیمه های دیگه. فعلا خدافظ.